با سلام خدمت دوستای عزیز. همونجور که ملاحظه میکنید فندق عزیزم مشغول خوردن پوست موز، علاقه خاصی داره به پوست موز و تو این چند روزی که مریض بود خیلی هواشو بیشتر داشتم نسبت به روزای عادی و سعی میکنم چه غذایی رو چه بهش یا میوه هایی که بهش علاقه داره رو در اختیارش قرار بدم، چون میدونم علاقش خیلی به پوست موز زیاده. در اختیارش قرار دادم و همینجور سیب زمینی کبابی و تخم مرغ آبپز که خوشبختانه همه رو یه مقدار ازش خورده و در حال بهبودیه، خدا رو شکر. و روزانه تو این دوره که سرما خورده بود حدوداً 2 ساعت یا 1 ساعت نهایت 1-2 ساعت رو براش بخور گرم گذاشتم با ترکیب اوکالیپتوس و خیلی تو این مدت این سیب زمینی کبابی بود که خیلی دوست داره و خیلی بر پرنده خوبه و سالمه، هیچ روغنی توش نیست و کلاً از غذاهای مفید و مورد علاقه پرنده هاست. خوشبختانه خیلی تو این چند روز حالش بهتر شده و به نظرم بازم تاکید میکنم که تجربه یه جاهایی خیلی بیشتر از این ویزیت های آنلاینی که برای دکترا پرداخت میکنیم بیشتر به دردمون میخوره. سعی کنید که هوای پرندتون رو بیشتر داشته باشید و به تغذیهش اهمیت بدید. و یه خواهشی هم دارم از اونایی که میخوان کلاً تازه وارد دنیای عروس هلندیا بشن، اگر عشق و علاقه‌ای به این فرشته ها ندارید خواهش میکنم اصلا سمت این پرنده ها نرید. اینا خیلی درکشون بالاست، هوششون بالاست و احتیاج به محبت و توجه دارن و به هیچ عنوان صرفاً فقط به خاطر درآمد و اینجور چیزا نمیتونید تجربه موفقی از نگهداری این پرنده ها داشته باشید. یعنی اولین و مهمترین ملاک عشق به ایناست. من واقعا عاشقانه بهشون توجه میکنم و مواقعی که پرندم میبینم ضعیف شده یا مریض شده سعی میکنم که از زمان خودم بزنم و توجه ویژه‌ای داشته باشم به پرندم.